امروز گلکاری داشتیم، امروز در گلکاری مصروف بودیم که همین خطبه خلاص شده، همین انفجار صدا کرد. دیگه نفهمیدیم. یک وقت آمدیم سعی کردیم که قوم خیش بینای خود بیایم سعی کنیم که این مسجد پر بود، دیگه غلطیدگی بود، معلوم نبود که چقدر نفر است، تعدادش معلوم نیست بود. حوالی 22 بجه بود. تمام مسلمانان به خاطر ادای نماز در مسجد سیدآباد جمع شده بودند که صدای انفجار رخ داد. من در نزدیکی بودم، موتر دور دادم، رفتم محشر دیدم. محشر از برای خدا سر مسلمانان چرا این گپا میشه؟ نمیفهم ما در کدام دین بریم که در دین قتل حرام باشه، کشتن انسان ها حرام باشه. یقین به خدا که توان گپ زدن نمانده نمانده. ایق جسد انتقال دادیم در موترا، دو وقت امبولانس، هیچ چیزی نبود. با خیر ببینه یک امبولانس از کدام جای پیدا شد، همکاری کردن. خداوند بالای تمام مردم مسلمان رحم کنه. اینا همه جهان اینا رو میدونن که امروز ما نیاز مبرمی به یک ثبات و نظم و دیسیپلین امنیتی از داخل داریم که ما بتونیم به مطابق یک زندگی روی آرمانی و زندگی واقعیت همه مردمای جهان از برخوردار ما هم زندگی را از اونا میخواهیم و در کل مشکلات امروزی که ما دوچار اونا هستیم مشکل اقتصادی است.